دیگر سوال آمده است آیا موی سر یا ناخن را با موسر پرتافتن گناه است؟ البته هر کسی که مثلا موی سر دارین یا ناخن دارین اصلا اینها را بگیرید سنت همینه برادران است که هر یک موی سر است ناخن است بین هر یک مثال پشم یا قیلی که از بدن آدم جدا می شود اینها را موافق سنت ما باید بریم زیر خاک کنیم. اگر هم اینا در دست ما باشه و ما هم تبرده در درون موسر پرتایمش البته گناهگار میشیم زیرا تاکید پیامبر با زیر خاک زیرا هر یک عضو شما هم هر یک همو موی سریت است موی زیر کشیت است ناخونیت است و از انسان چگونه که فضیلت قدر دارد اونش هم چی است؟ البته قدر دارد و قیمت دارد. برای همین است که حتی بینین آدم مرده است ولی استخوان دستی او پای او وقتی ما میابیم او را باید ما زیر خاک کنیم زیرا که میگه وای هم حکم آدم زنده را دارد. برای همین هر یک جزء هر یک عضو هر یک چیزی که از بدن ما جدا می شود وای با خودش قدر و قیمت دارد. لحاظ زیر خاک پیامبر تاکیدش همینه. سوال دیگری آمده است با لباسی که در ساختمان کار میکنیم نماز جایز است اگر نمازی باشد؟ البته اصلا لباس پاک و ثیابک فطهر خدا قرآن میگه شما باید که وقتی نماز میخوانید لباساتون پاک باشد. با لباس پاک مقصد نماز خوانید. با لباس هایی که ما در ساختمان هم که کار کنیم اگر به شرطی که یگان به نماز شدگی نباشد یعنی به سبب ریختن خاک است یا یگان گرد چنگ است یا یگان ریختن آب است و اینها مقصد وای به نماز نمیشه. مقصد با این لباس ها هم ما میتونیم که نمازامون نخوانیم. خب سوال دیگر بابای حاجی اگر دعای قنوت را ندانی با جایش چی دعا خوانیم؟ در عوض دعای قنوت توصیه علما و دانشمندای ما و شما اولا برادران عزیز دعای قنوت شما حتما از یاد کنید. حرکت کنید که دعای قنوت از یاد کنید. وقتی که اکو نتوانستین بعد از آن اجازت است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار این آیت قرآن در عوضش یک بار خوانده میشه. یا اینکه اگر به شرطی که اینش هم که نتونستیم بعد در جاش اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی گوینو مقصد بعد رکوع درویم. الان درباره مهلت گفتم درباره وقت گفتم. برادران عزیز و گرامی یکی از دانشمندها به نام محمد امین میگه روزه یک شاگرد خودش وقتی دید آمده ایستاده است پرسید که ای بنده خدا از این بالا آمدی از کجا آمدی استی؟ میگه شاگردش به طرف حضرت محمد امین گفتن حضرت گفتن در قبرستان بودیم الحال گفتن نفری را اونجا مقصد گور کردیم و دعا و درود کردیم و گشته آمدم. برادران عزیز خداوند دانشمندها بسیار یک برکت خالیان بسیار خیر زیادی دارند. به طرف این شاگردش گفت فرزند عزیز الحال تو توانستی که از این قبرستان گشته بیایی ولی فراموش نکن گفت فرزند عزیز روزی می شود که تو را به همون قبرستان میبرند ولی دیگر امکانیت باز پس آمدن نداری. زین لحاظ گفت فرزند عزیز وقتت را غنیمت بدان. خواجه حافظ می گفت وقت را غنیمت دان
آنقدر که بتوانی حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی. برادران عزیز، وقتاتون غنیمت دانید و قدر وقتاتون رسید و انشاءالله هر کسی که به این قدر این میرسد خدا خواهد وی زیرکترین امت پیامبر به شمار می رود. حضرت امام شافعی برادران عزیز خودش میگوید که در زمانی که من زندگی کردم هیچ کس را از خودم عالمتر نمیدانستم یا عالمتر نمیدیدم. مقصد علمم خیلی و خیلی علم بلندی بود، ولی گفت تمام علم من در برابر یک سخنی که سفیان ثوری گفت تصور کردم که من یکی از نادانترین آدم ها هستم. که سفیان ثوری چی گفته است؟ گفته است که وقت مثل شمشیر برنده است. خیلی که شمشیر یک چیزی را در حال میبرد، یعنی در یک لحظه کار را تمام میکند. گفت سخن همین سفیان ثوری دا تمام علم گفت بخشیدم. گفتم مقصد با سفیان ثوری هیچ کس برابر شدن نمیتواند. زین لحاظ حقیقتا وقتامون برادرای عزیز بسیار به این قدر این میرسد خدا خواهد وی زیرکترین امت پیامبر به شمار میرود. حضرت امام شافعی برادران عزیز خودش میگوید که در زمانی که من زندگی کردم هیچ کس را از خودم عالمتر نمیدانستم یا عالمتر نمیدیدم. مقصد علمم خیلی و خیلی علم بلندی بود، ولی گفت تمام علم من در برابر یک سخنی که سفیان ثوری گفت تصور کردم که من یکی از نادانترین آدم ها هستم. که سفیان ثوری چی گفته است؟ گفته است که وقت مثل شمشیر برنده است. خیلی که شمشیر یک چیزی را در حال میبرد، یعنی در یک لحظه کار را تمام میکند. گفت سخن همین سفیان ثوری دا تمام علم گفت بخشیدم. گفتم مقصد و سفیان ثوری هیچ کس برابر شدن نمیتواند. زین لحاظ حقیقتا وقتامون برادرای عزیز بسیار بسیار هم گوهر است، هم عزیز است، هم ارزش دارد و همچنان بسیار تیز میگذرد. عزیزای خدا میگن بر لب جوی نشین دیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آب روان میگذرد. چگونه که همین آب به خودش یک حرکت دارد یا سرعت دارد، همین عمر انسان هم برادران و خواهران عزیز مثل همین آب روان است، بسیار در رو میگذرد، به نهایت تیز ای دست می رود. برای همین خدا رحمت کند جنونی را، میگو فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری، هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش. بسیار ارزشی بلندی دارد، ارزانش نفروش. مقصد بیهوده نگذران، به غفلت نگذران که این ارزان فروختنی وقتی شما هست. الله توفیق آن چیزی را که شنیدیم برای ما و شما نصیب گرداند.